سلام دوستان، امیدوارم که حال همه عزیزان خوب باشه. دوستان، در مورد کارخونه سنتی و مدرن ما خیلی صحبت کردیم که گفتیم که کارخونه سنتی پخت بهتری داره، برنج عطر بهتری داره. برای نمونه، برای اینکه به دوستان ثابت بکنیم که کارخونه سنتی بعضی برنجاش فوق‌العاده است، ببینید این پخت برنج هاشمی عطری امساله منطقه دابور. خب من امروز یه کارخونه آشنا داشتیم، حالا نمیدونم فردا بتونم این برنجو بگیرم یا نه. ببین عین کشت دوم قد و قواره داره. خب کارخونه های مدرن نمیتونه چنین پختی داشته باشه. الان یه برنج دیگه ای که کارخونه مدرن هست رو بهتون نشون میدم. این پخت برنج کارخونه مدرنه. خب بعضی برنجاش اصلا تو هم رفته. خب به نسبت این برنج اون ضعیفتره. خب این برنج رو ببینید چقدر قد و قواره و سفیدیش و خیلی عالیه.